جشن پوریم رو گفتن. خوراکیای ویژه‌ش هم بگین چون دوستان اهل گردشگری خوراکی. بله خب اسمش بگین. خیلی چیزا شیرینی، انواع شیرینی درست میکنن، تخم مرغ رنگ میکنن، هدیه به همو میدن. نه در ایران ها، در کشور خارج هم همین رسما دارن و خیلی مهمه. خوراکی خاصی دارین که شیرینی‌های خاص؟ نه توی ایران هم باب شده، مثلا فرض بگین چه میدونم نان فطیرمون مال عید پسحه. ما در اون عید پسح چیزایی که مال ساخت مصنوعی و مثلا چیزا باشه استفاده نمی‌کنیم. نون فطیر می‌خوریم، یکی از دستورات. مثلا قیمه، قرمه، مثلا این مال ماه. خودمون درست کنیم. نه قیمه درست می‌کنیم. یعنی از یهود اومده توی ایران کلا همه دارن استفاده می‌کنن. مثلا یه همچین خوراکی. یعنی چی؟ یه همچین خوراکی فراگیر شده باشه. الان همه دارن استفاده می‌کنن. نداریم که مثلا مخصوص ما بوده باشه بعد همه دارن استفاده می‌کنن. دارین همچین چیزی؟ نه فکر نکنم. نه. مثلا سالاد شیرازی رو مثلا میگن توی اسرائیل میگه مال ماه. خب اینا اصلا ربطی داره؟ مال شیرازیات بوده که اسرائیل اینا مال شیرازیات بوده که رفتن یهودی‌ها رفتن یهودیای شیراز احتمالاً چیز کردن. عرض به خدمتتون به ثبت رسوندن، متوجه به ثبت رسوندن که مال ما. بله. ماشا قم مالی دیگه نیست. خب آقای جشن ایلانوت گوش کنید دوستان دارن جشن رو میدن. یه لحظه دوباره بگو. ایلانوت اول سال نباتات، یعنی زنده شدن حیات سبز، درخت‌ها درختان و به درختکاری عنوان اول سال درخت‌ها حساب میشه و نباتات حساب میشه. سیمها تورا جشن شروع فصل اول تورا که میخوام بخونم، در اون وقت ما تورات رو در یک سال دوره میکنیم. اون وقت آخرین بخشش خونده میشه و به خاطری که باز شروع میشه اونم جشنه برای ما. شالوش رگالیم 3 تا عید اصلی ماست. احسن. شابهوت، پسح، سوکوت. میگن اول شابهوت رو بفرمایید. شابهوت اول بذارید اجازه بدید پسح رو براتون بگم چون پشت سر هم. پسح عید خروج بنی اسرائیل از مصر. بله به رهبری حضرت موسی. بله بعد به خاطر شابهوت یعنی چه؟ نزول تورات. نه اصلا معنیش یعنی چه؟ هفته ها. خدا دستور میده، البته عید نزول توراته ولی تاریخش میگه 7 هفته از شروع عید پسح بشمار، روز 50 عید نزول توراته جشنه. سوکا عید سومه که بعد از روش هاشانا و یوم کیپور میاد. اون به خاطر تو مسیر 40 سالی که در بیابون بودن چپرهای درست میکردن یا مثلا حفاظ خدا براشون درست میکرده، اونم به مناسبت اون جشن میگیریم ما.